سلام به همه کسایی که ساکر پادکست رو دنبال میکنن. خیلی خوشحالیم که یه برنامه دیگه داریم براتون اجرا میکنیم. یه مهمون خیلی ویژه داریم، آرش عزیز که جلوتر بهمون اضافه میشه. میخوایم راجع پیش فصل رئال صحبت بکنیم. رئالی که خب فصل پیش فصل ناامید کننده رو داشت تقریبا با آنجلوتی. حالا با خروج آنجلوتی و اضافه شدن ژابی آلونسو به عنوان سرمربی، رئالیا خیلی انتظار دارن دیگه از تیم امسالشون، با توجه به اینکه آرنولد، هویسن و یه سری بازیکن‌های دیگه به تیم اضافه شدن. میخوایم بررسی بکنیم با آرش عزیز تاکتیک‌های رئال و پیش‌فصل رئال و ببینیم که رئال احتمالاً توی این فصل چیکار میکنه. با ما همراه باشین تا آخر برنامه. حتما هم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. آرش جان خیلی خوش اومدی. خیلی وقت بود با هم برنامه نداشتیم دیگه. سر رئال آلونسو دوباره با هم رسیدیم، یه برنامه اساسی رفته بودیم، حالا دیگه نزدیکتر شده، اطلاعاتم بیشتره. میخوایم با بچه‌ها راجع به ژابی آلونسو رئال صحبت بکنیم. اول حالا خودتو بگو بهمون، بعدش هم بگو که فکر می‌کنی که رئال این فصل کامبک میزنه با آلونسو. سلام سروش عزیز، خیلی خوشحالم که تو برنامه دوباره هستم و آیا کامبک میزنی یا نه. من خیلی خوشبینم واقعا با ساین هایی که دیدم و با چیزهایی که من از آلونسو تو این 5 بازی دیدم بسیار خوشبینم. تیم بسیار میدونی استایل داده به فوتبالش، میدونی اون خیلی مهمه، چیزی که رئال توش سخت این کارو بکنی. و آلونسو ما صحبتم کردیم، یادت من آوردم گفتم تو برنامه ویژه‌ای که ما بررسی کرده بودیم آلونسو رو، گفتم اومدن آلونسو یک استایله، اون استایل رو داده، خیلی استایل جالبی است، سیاله. من فکر میکنم یه دوباره انقلاب تاکتیکی باشه تو رئال. بعد از اون دوره‌ای که مورینی اومد یه انقلاب تاکتیکی تو رئال شکل گرفت که حالا بازی اومد بر اساس کانتر اتک و استفاده از لحظات و اینا، که حالا اون در واقع پترن و الگو احتمالاً از رئال مادرید حذف میشه. فوتبال مدرن ژابی آلونسو که فوتبالی که خیلی واقعا فوتبال مدرنی بازی میکنه. حالا ما حتما راجع به تاکتیکش جلوتر تو برنامه بچه‌ها با اون باشن، کامل تاکتیک‌های استاد آلونسو رو توضیح میدیم. ولی حالا برای اول کار آرش اگه موافق باشی بریم یه کمی راجع به ورودی خروجی‌های رئال صحبت بکنیم که بچه‌ها درک بهتری داشته باشن. حالا کسایی که راجع به شرایط رئال نمیدونن، خب همونطوری که بچه‌ها میدونن لیست ورودی‌های رئال برای این فصل، خب سرمربی که ژابی آلونسو اضافه شده، دین هویسن، مدافع راست آرنولد، ماستان تونو بازیکن ریور پلاته و مدافع چپ هم آلوارو کارراس که اونم رسمی شد، یعنی فابریزیو رومانو اعلام کردش که اون انتقال هم رسمی شده. لیست خروجی‌های رئال هم که کارلو آنجلوتی، لوکا مودریچ کبیر، لوکاس واسکز و احتمالا خروج فرلان مندی و سبایوس و رودریگو هم کمی شرایطش نامشخصه دیگه. حالا معلوم نیست میره میاد، یه روز میگن که میخواد بره آرسنال، یه روز هم میگن نه قراره که بمونه. این لیست ورودی خروجی رئال بود. حالا آرش تو فکر میکنی با توجه به فصل پیش، ببین خب ما فصل پیش با یه پدیده‌ای تو راه روبرو بودیم که مدافع مشکل داشت رئال، و علاوه بر این که مدافع مشکل داشت به نظر من مدافع بازیساز خیلی کم داشت. یعنی ما تو فصل پیش دیدیم که با حضور مندی، فران گارسیا، مثلا لوکاس واسکز، حالا لوکاس واسکز میتونیم بگیم بازیکن تهاجمیه، ولی از لحاظ بیلداپ توی دفاع شما وقتی میخوای خب تیمو بیاری بالا، از دفاعت استفاده کنی، آروم آروم به خطوط مختلف توپ انتقال بدی، خب اصولا توی فوتبال مدرن آرش اینجوریه دیگه. شما اول از خط هافک، از خط دفاع به خط هافک، از خط هافک به خط حمله توپ انتقال میدی، خط به خط، و در نهایت به گل میرسی دیگه. انتقال مستقیم کمتر میبینیم. خب رئال مادرید مجبور میشد حالا به دلیل نبود کروس که انتقال مستقیم از دست داده بود یه جورایی، بخواد حالا از پایه، بخواد از بیس در واقع بیلداپ بکنه، که اونجا مشکل مدافعینی میخورد که بازی با توپشون انقدر خوب نبودن و در نتیجه خب رئال مادرید رفت 2 مدافع خرید، 2 مدافع واقعا با کلاس جهانی. حالا ما راجع به دیتیل همین بازیکن‌ها جلوتر هم اسلاید داریم صحبت میکنیم. ولی فکر میکنی که رئال کلا به جز این 2 مدافع هویسن و آرنولد خرید دیگه کیا رو میتونست انجام بده؟ حالا کارراس هم که به عنوان دفاع چپ اضافه کرد، فکر کنید تو چه پستای دیگه‌ای رئال میتونست خرید انجام بده و اینکه آیا این خریدا کافیان یا نه؟ حالا راجع به دیتیل این بازیکن صحبت میکنیم دوباره.
ببین یادت برنامه آلونسو من گفتم بستگی داره به حالتی که و اون سیستمی که میخواد آلونسو بازی کنه. من به شخص خودم دوست داشتم رئال مادرید یک 9 بگیره، یک شماره 9 کلاسیک که صحبت هم یاد کردیم، مثلا گفتیم گیوکرش مثلا که حالا داره صحبت از آرسنال، مثلا گیوکرش خوب بود مثلا، چون امباپه وینیسیوس اینا 9 نیستن. ولی خب الان من دارم میبینم از تو کاستیا برداشتن یه بازیکن آوردن گونزالو گارسیا که 3 تا پاس گل داده، 4 تا گل زده، خب خوبم داره بازی میکنه. حالا نمیدونم بالاخره جام باشگاه جهان حریفات قدری، یعنی مثلا این حریفای نمیدونی بازی‌های دوستانه قبل نیستش. خب و آیا مثلا الان من برم خرید 9 بکنم یا مثلا، چون به نظرم آلونسو میخواد به این اعتماد کنه. خب و از کار درستی آخه علمیه. ببین من خیلی دوستش داشتم که من بارسایی، ولی من به عنوان بازیکن دوستش داشتم. جوونه که انقدر انگیزه گلزنی داره، اصلا بازیکنی که مهاجم نوک کلاسیک با انگیزه میبینم من عشق میکنم. ولی آیا وسط فصل کارو زمین نمیذاره آرش؟ ببین به نظرم ببین رئال 2 تا میخواد. سیستم آلونسو یه جوریه که 9 کلاسیک نمیخواد. یعنی اونجوری مثلا یه 9، یعنی دیدی تیما اکثرا که 3-4-3 بازی میکنن یا مثلا 3-4-2-1 مثلا هر سیستمی حتی 4-3-3 یه 9 بعضیا دارن که کلاسیکه. حالا ما 9 کلاسیک داریم و 9 فالس 9 داریم. خب ولی مادرید 2 تا فوروارد جلو داره همیشه. بله. خب و یه جورایی مثلا الان جوری که بازی میکنه مثلا من سیستمو دیدم، مثلا وینی و گارسیا آپن، ما امباپه مصدوم بوده تا الان. خب وینی و گارسیا، خب بعد وینی که اصلا 9 نیست، خب گارسیا هم یه جوری میدونی داره پس 9 کلاسیک نداره آلونسو. برای همین سیستمش اون 9 کلاسیک رو من گفتم اگه بخواد 3-4-3 بازی کنه امباپه و وینیسیوس رو بذاره فلنک، این 9 بذاره وسط، که اگه بخواد اون کار بکنه 2 تا به نظرم احتیاج، یکی نه 2 تا توی تیم احتیاج داره، چون تو نمیتونی با یه 9 کل فصل رو بری. و 9 دوم به نظرت که ببین یکی که باشه، مثلا من داشتم فکر می‌کردم گارسیا اگه 9 باشه مثلا میتونه بازی بده، میتونن بقیه کاورش کنن. آره ولی مثلا بعضی موقع مثلا من تمپتد بودم، مثلا گفتم مثلا آدم میتونه جودم بذاره 9 بازی. آره اون که همه جا بازی میکنه راحت بلینکام. اصلا میدونی مثلا این آدم امتحان میکنه، میتونه جودم بذاره، قابلیت اینو داره، قدش بلنده، ورک ریتش خوبه و میتونه بازی کنه. ولی من احساس میکردم این 9 شاید رئال مادرید بگیره که هنوزم فصل تموم نشده، ولی احساس میکنم کاراسا الان داره میگیره، هیویگو شده، هویسنو گرفته، ترنتو گرفته، بعد خط میانی ما اکسپکت کردیم که بگیره ولی الان هیچ رو نگرفته فعلا، چون آردا گولر داره خوب بازی میکنه و نمیدونم الان واقعا آدم سورپرایز ممکنه بشه با رئال مادرید ترانسفر مارکتش الان. و ماستانتونو رو هم گرفته. خب ببین خود من الان برام سواله که شاید اصلا نخواد 9 بگیره. بله. با توجه به شرایط، چون گارسیا داره خوب بازی میکنه و سیستمی که داره بره جلو، اگه امباپه رو بذاره و وینیسیوسو، و با توجه که این که آلونسو بسیار فوتبالش مبتنی بر اینه که توی زمین با سخت کار کنی. بله. و امباپه و وینیسیوس اگه سخت کار نکنن، آلونسو انقدر من فکر کنم قدرت داره که برداره بشونش نشون بگه بشین اینجا، بیا بشین پیش خودم. دقیقاً کاری که آنجلوتی نمی‌کرد، اونم از روی این که اصلا آدم اینجوری نیست، نه اینکه نتونه یا مثلا نخواد. آنجلوتی خب بازیکن محور. آره اصلا سبکشی که با بازیکن خوبه، با بازیکن رابطه خوبی برقرار میکنه تا جایی که هستش و میتونه مثلا بسته اون بازیکن با تجربه چیزی که داریم، چیزی که ارائه میده ازش بکشه. ولی آلونسو دقیقاً به قول تو الگو رو اول اجرا میکنه و بر اساس الگویی که ژابی آلونسو داره شما باید بودی براش، یعنی حالا دیگه مهم نیست کی باشی، حالا وینیسیوس باشی، امباپه باشی. و
نکته جالبی که وجود داره آرش، حالا اگه برگردیم به اسلایدها، من یه سری اسلاید دارم از ترکیبای احتمالی ژابی آلونسو، یعنی ترکیبای احتمالی که نه، بیشترین ترکیبایی که تو فصل پیش چمپیونز لیگ و بوندسلیگا استفاده کرده. خب ما میبینیم 3-4-2-1 رو نزدیک 26 بار استفاده کرده، 3-5-2 رو نزدیک 7-8 بار استفاده کرده، بعدش 4-2-3-1، 4-4-2، 4-5-1 و 4-4-1-1 که خب اون ترکیب 3-4-2-1 و 4-2-3-1ش خیلی میتونه بعضی از جاها شبیه هم بشه. حالا ما توی اسلایدهای جلوتر توضیح میدیم، ولی من فکر میکنم هدف اصلی ژابی آلونسو اینه که در مجموع بیشتر بازی ها رو در حالتی که توپو در اختیار داره و میخواد حمله بکنه، آرش به نظر من اینه بخواد 3-4-2-1 بازی کنه یا مشتقات 3 دفاع، یعنی 3-5-2 3-4-2-1. درباره این قضیه من توضیح بدم. بگو. دوستان حتما برن برنامه‌ای که من و سروش عزیز درباره ژابی آلونسو و بررسی فوتبالش کردیم با رئال مادرید ببینن که ما داشتیم مربی‌ها رو بررسی می‌کردیم، چند ماه پیش بود که ما صحبت کردیم فوتبال ژابی آلونسو اِوالو شد، یعنی متحول بشه. خب و اتفاقی که افتاد این بود که اومد 3-4-3 3-5-2 حتی 4-3-3 تبدیلش کرد به اون سیستمی که تو لورکوزن موفق شد. 3-4-2-1 که می‌بینی بیشتر استفاده کرده. سیستمی که ما گفتیم 3 تا مدافع داره، 2 تا وینگ بک داره و باکس میدفیلد داره. بله. و یک بازیکن که 9شه. خب که اگه بخواد اون بازی کنه آره 9 میخواد، یعنی 9 کاذب میخواد. خب و اون سیستمی که آلونسو موفق بوده باش و به نظر منم موافقم با تو، اون سیستم استفاده بیشتر خواهد که اون سیستمی بوده که توی لورکوزن خیلی موفق بود و با توجه به بازیکن‌هایی که داره میتونه کانتر اتک کنه و اسپیدی که امباپه داره، اسپیدی که وینیسیوس داره، میتونه هر تیمی رو ضربه بزنه. من به شخص اینو معتقدم و برای همینم احساس میکنم با اون سیستم میره جلو. ببین ولی میگم بازم سیالوه، ما داریم در حالت باتوب سیستم، گفتم به تو سروش دفعه سیستم کاملا چیز متغیره، کاری که به نظر من آلونسو داره انجام میده. الان آلونسو در حالت حمله‌ای سیستم 3-5-2 استفاده میکنه، 3-4-2-1. خب و حتی مثلا الان یه مدتی مثلا تو این مسابقات حتی 3-5-2 هم استفاده کرده، ولی وقتی بازی توپو ندارن 2 تا وینگ بک هاشو برمیگردونه عقب و میکنه 5-3-2. بله. با حالت کاملا کامپکت. اگه یه دقیقه به من اجازه بدی من این بردمو بیارم، میتونم من میخوام عکسمو بیارم. ببین عکسش قشنگ دارم برای بچه‌ها. ببین اینجا این عکسی که میبینین اسلاید شماره 7 رو میارم که بهتر ببینید. ببین عرض دفاعی، ببین آرش، ببین عرض دفاعی 5 نفره تو رئال خیلی مشهود بود تو این بازیایی که توی جام باشگاه جهان انجام دادن، ولی دقیقاً نکته‌ای که تو میگی خیلی مهمه، یعنی 2 تا نکتهش مهمه. بذار من تاثیر خودمو گنده کنم به بچه‌ها توضیح بدم. ببین این سیال بودن خط دفاع، یعنی سیال بودن تو خط دفاع هم دیده میشه آرش. خب 5 تا دفاع رئال داره، یعنی در واقع اون 5-3-2 حالا 3-5-2 3-4-2-1، اون چپ و راستش فران گارسیا و آرنولدن، ولی اینا در طول بازی جای همو پر میکنن، یعنی ممکنه که حتی از خط هافبک بیان خط دفاع رو پوشش بدن. الان تو این عکس رو نگاه کنین، ببین این عکس اوله. این عکس والورده اومده خط دفاع رو 4 نفره تشکیل داده، اونور آرنولد رفته تو پا بازیکن دورتموند، یعنی والورده کاملا اومده جای آرنولد و اینجا توی خط دفاع پوشش داده، که این نشون میده که کاملا آلونسو این اجازه رو بهشون داده که شما خطوطتون رو میتونید عوض کنید برای اینکه فضا رو پر کنید. خب برای چی ما در آرنولد هم ببخشید صحبت کردیم، چرا آرنولد والورده اونجاست؟ که بازم بچه‌ها اگه برن ویدیوهای قبلی من و تو رو ببینن، ما صحبت درباره مفصل کردیم که آرنولد، بزرگترین مشکل آرنولد چیه؟ شاید یکی بهترین بازیکن‌های دنیا در حالت جلویی، رو به جلوه، ولی در حالتی که برگرده رو به عقب بازیکن قوی نیست. من و تو اینو قبول داریم دیگه. بله. خب برای همین آلونسو این وظیفه رو به نظر من به والورده داده که برو کاور کن پشت سر آرنولدو، چون میدونه والورده بازیکنیه که توی انگلیسی بهش میگن cover a lot of ground، بازیکنی که مثلا توی فارسی چی میگن، خیلی توی زمین خیلی قشنگ میدوه، خیلی پوشش میده تو زمینو
و خیلی کیلومتر میندازه تو بازی به قول معروف. برای همین میتونه این وظیفه رو به والورده بده. راجع به عکس بعدی هم آرش نگاه کن. ببین اینجا عرض دفاع دوباره 5 نفره شده. ببین این فلشر هم میبینی رودیگر بر اساس هر چیزی اوت آف پوزیشن شده، اومده سمت راست، ولی اینجوری نیستش که حالا الان بره برگرده سر جای خودش. آرنولد اومده اون فضا رو پر کرده، اون فلشای مشکی رو میبینین اینا جاشون رو سویچ کردن. نکته دیگه عکس چیه؟ شوامنی از خط هافبک اومده خط دفاع رو پر کرده. اون فضاها و گپ هایی که ایجاد میشه تو خط دفاع، مهم نیست که شما پست مدافع وسط باشی بری صرفا گپ دفاعی تو پر کنی. میتونی مدافع وسط باشی بری گپ دفاع راست رو پر کنی. میتونی فد والورده باشی که به عنوان هافبک باکس تو باکس داره ازش استفاده میشه، میتونه بره فضای پشت آرنولد رو پر کنه. یا میتونی شوامنی باشی که حالا هافبک بال وینر یا هافبک تدافعی هستی که اگه دفاعی لحظه ول میکنه اون پوزیشن خودشو، برمیگردی میری اونجا کمکش میکنی. که این خب در واقع همون سیال بودنه. دوباره نکته ای داری روی ببین من نکته‌ای که دارم توی اینو مجبورم انگلیسیشو بگم چون واقعا فارسیشو نمیدونم. توی کوچینگ کورسایی که ما میکنیم و توی اصلا فوتبال که ما مثلا کوچینگ میکنه آدم، و به نظر من واقعا باورتون نشه شاید، ولی این خیلی ساده است که داره آلونسو انجام میده، چیز پیچیده ای نیست به نظر من. و چیزی که آلونسو تو رئال آورده کاملا چیز سیمپل مربیگریه، ولی انقدر قشنگ دیدنش که یه مربی با همین چیز سیمپل تونسته یک ذره، میدونی چی میگم، سازماندهی بده به رئال. بله سیمپلش هم اینه، تو وقتی دفاع میکنی سروش چی داریم؟ دیفندینگ پرینسیپلز. بله اصول دفاعی. من ترجمه رو میکنم هر جایی که بچه‌ها دفاعی تونستی بکن که من واقعا آره. اصول دفاعی ما بازیکنی داریم که میره پرس میکنه. بله. خب بعد بازیکنی داریم که ساپورت میکنه، کاور، بالانس. خب بله. یعنی پرس، بازیکنی که پشتیبانی میکنه، بازیکنی که محافظت از کاور میگن، و بازیکنی که بهش اون تعادل رو میده، بالانس رو میده. خب الان تو اینجا تو نگاه کنی رودیگر مثلا میخواد پرس کنه، آرنولد رودیگر چون اومده پرس، آرنولد نباید اونجا واسه دیگه. آرنولد باید چیکار کنه؟ الان باید بره نقش ساپورت رو بازی کنه که اگه توپ رفت اونور، الان آرنولد باید بره پرس کنه. خب بله. و این کاملا یه چیز سیمپله که آلونسو، این کاملا چیز ساده که آلونسو تو رئال آورد. یعنی واقعا با زبون ساده، ولی اومده سازماندهی رئال رو درست کرده. چون این چیزو بگیری فوتبال درست میشه. میدونی فوتبال واقعا اون چیزی نیست که دوستان ببینن گواردیولا میگه فکر میکنن خیلی پیچیده میکنه. گواردیولا به نظرم فوتبال پیچیده کرده یه ذره. میدونی فوتبال خیلی چیز ساده ایه و اینی که من میبینم میفهمم واقعا آلونسو برای همینم مثل چیزی بگم دوران بازی شاید چقدر آلونسو ساده فوتبال بازی میکنه. آره. و همین سادگی رو تو مربیگریش الان میبینی. من گفتم بگم. آره نه نکته خیلی خوب. حالا عکس بعدی هم دقیقاً همینو تایید میکنه. آرش نگاه کن، دوباره نگاه کن. ببین الان دوباره یه ترکیب دیگه. والورده اومده دفاع راستو کاور کرده، آرنولد رفته داره دفاع وسط رو اینجا کاور میکنه و توپ اصلا سمت چپ زمین، یعنی عرض دفاع رئال دوباره 5 نفره است، در حالتی که آرنولد در واقع دفاع وسط اینجا تو قسمتی که داره یکی پوش کرده رفته جلو دیگه. بله یکی پوش کرده رفته جلو و بازیکن‌ها دارن فشار میارن. حالا در ادامه همین صحبت‌ها میتونیم آرنولد رو با هم بررسی کنیم آرش که خیلی اسلایدش جالبه. ببین این اسلایدش فکر میکنم این بازی اسلایدش یعنی هیت مپشه، اوپن پلی تاچشه توی بازی با الهلال. ببین اون فضایی که وجود داره، حالا ما یه سری اسلایدهای تاکتیکی داریم، تاکتیکایی که رئال استفاده کرده رو میبینیم. یه کمی اینورت میکنه به داخل. حالا اینورت کردن یعنی اینکه شما به جای اینکه در واقع بچسبی به خط سمت راست یا چپ زمین، یه کمی به عنوان مدافع راست داخل میزنی، مثلا اینورتد وینگ بک میشه، حالا اینورتد فول بک میشه، که کمک میکنه به خط هافبک که بتونن با تعداد زیاد بازیکن در خط هافبک و کامپکت بودن برتری نفری تو خط هافبک ایجاد بکنن در موقعی که صاحب توپه. رئال مادرید دارم بهش میدونی چی میگن؟ بهش میگن به قول معروف آدمای بیشتری میذارن و خط میانی حریف اون موقع بازیکنی داره مثل آرنولد که نمیدونه باش چیکار کنه. فریه، آزاده. یا اگه آرنولد رو بگیرن یه بازیکن دیگه فری میشه که بهش میگن فضا سازی تو فوتبال.
دقیقاً این کاری که آرنولد داره اینجا میکنه با رفتن داخل. ببین اینم پاساشه، ببین جهت پاساش هم نگاه کنی، خیلی بازیکن خوبی آرنولد واقعا در زمین 38 تا پاس 89% اکیریسی، یعنی رئالیا میتونن خیلی خوشحال باشن که، یعنی دقت 89% خیلی خوشحال باشن که حالا یه نیمچه کروسی برگشته به تیمشون دیگه، چون ضربات آزاد خوب میزنن، کورنرها رو تقریبا خوب میزنه، سانترای خیلی خوبی میکشه، ولی حالا در نقطه یعنی نقطه سویچ پلی ها رو ببین، سویچ پلی ها رو ببین از این ور زمین تو اون ور، خیلی خوبه، خیلی بازیکن خوبه. تغییر منطقه بازی 3 تا انجام داده آرش، 2 تاش موفق بوده، یعنی آمار 66% تغییر منطقه بازی پاس بالای مثلا 40-50 متر. ببین عالیه این. بله اصلا دیگه ببین کجا بازی میکنه، تو فضا میندازه. خیلی مهمه تغییر منطقه نباید به فیت باشه، تغییر منطقه با به فضا باشه که تو بدوی تو اون فضا بری توپو بگیری. دقیقاً کاری که میکنه. در جدول بعدی جدول خیلی جالب و در عین حال میتونه برای بچه‌ها پیچیده باشه. ببین من اول مفهوم این جدول بگم، سری پیش هم سعی کردم توضیح بدم، احساس میکنم که باز یه کمی پیچیده بود. پرسنتایل به معنای درصد نیست، به معنای صدکه. حالا مثلا اگر مثال میگم پروگرسیو پس آرنولد 100، یعنی از هر بازیکن دیگه‌ای در مقابل خودش توی لیگ بهتر بوده. حالا من الان دوباره توضیح، حالا سنی که 26، 51.7% آمار سانترایی که دلیور کرده، ایکسش 97.7 بوده. این یعنی از 97.7 بازیکنایی که توی لیگش بازی کردن بهتر ایکس ای خلق کرده. پروگرسیو پاس از همشون همینطوره. دیفنسیو اکشن از 61.4 بالاتر بوده. دیفنسیو دوئل آمارش خیلی ضعیفه که حالا میتونیم راجعش هم صحبت بکنیم. 14.1، دوئلای هوایی نیم و تعداد دقیقه‌ای هم که بازی کرده 2578 دقیقه بوده، که حالا ما میبینیم که اصلا توی این یارو نمودار در واقع دایره شکلش هم که پایینه، توی پروگرسیو پاس که پاس رو به جلو و پیش رونده است خیلی جلوه. حالا میگم ولی تو فاز دفاعی واقعا عملکردش خیلی هم جالب نیست. حالا ما یه مقایسه‌ش هم داریم آرش با کارواخال و واسکز که اونم میگم مقایسه‌ش رو بعدش بریم شما صحبت کن، که نگاه کنین دیگه بچه‌ها، خودتون مقایسه کنین ایکس ای مثلا آرنولد اینجا با کارواخالی که 61 که اون 97.7، پروگرسیو پس کارواخال 11.4، مثلا لوکاس واسکز 45.1، ولی آرنولد 100. یعنی اصلا اختلافشون زمین تا آسمونه. فقط توی بعد هوایی بوده که کارواخال یه کمی تونسته بهتر عمل بکنه از آرنولد و همین، چون نقاطی که همپوشانی دارن تو بخش ایریال بالاتر آرنولد و لوکاس واسکز هم یه کمی تو بخش تدافعی از آرنولد بهتر عمل کرده، که دیگه رئالیا فکر کنم عطاشو به لقاش ببخشن دیگه. اونقدی که آرنولد تو فاز تهاجمی بهتره دیگه، اون سکریفایز آدم انجام میده و آرنولد ازش استفاده میکنه. تو با هر کدوم من اصلاح کار داری بگو من برگردم، اگه نه نظر تو راجع به من تو خیلی عالی توضیح دادی، واقعا دیگه چیزی نمیتونم کنم. راجع به آرنولد صحبتی نداری؟ آرنولد که خب نه، صحبتامو کردم. به نظر من همون چیزی که بازم میگم، تو خیلی آرنولد به نظر قشنگ توضیح دادی. آخرشو که گفتی آدم این سکریفایز رو میکنه برای بازیکنی که اینقدر رو به جلوش خوبه. آره دیگه، که واقعا به نظر بازیکن رو به جلو عالیه. میگی مسی مثلا پرست، ما دیگه پرست نکن دیگه، مسیه دیگه. اینم در مقابل لوکاس واسکز مسیه. آره واقعا لوکاس واسکز مسیه، اونجوری که اصلا پاس میده واقعا دقتش عالیه. حالا بریم سراغ نفر بعدی آرش، سراغ دین هویسنی که اونم تازه به رئال پیوسته از بورنموث، که اصلا مدافع فوق العاده ای. من این گنده کنم دوباره تاکیدمو ببینم بچه‌ها، مدافع فوق العاده است. چرا نیست؟ اصلا هست، اصلا اون یوونتوس لعنتی که یوونتوس نمیاد مفت فروخته اینو. آره مفت از دست دادین هویسنی که اصلا مدافعیه که مدافع کاملا مدرنیه، مدافعی که بیلداپ و بلد کمتر.
حالا نه که کمتر مدافع، الان تو فوتبال الان تو سر هر مدافعی بزنی میگه نه من پاسکاری بلدم، من بیلداپ بلدم، ولی نه این واقعا بلده، این الکی شخصیت پوزیتیوی داره. دیدی اصلا بچه خوبه، بچه خوب بر ریلکس، بعد در عین حال خشن، در عین حال با تمرکز، سن پایین به عنوان مدافع وسط 10 سال 10-12 سال ما یکی از بهترین مدافع وسط جهان رو احتمالاً خواهیم دید. حالا تو رئال بمونه یا نمونهشو نمیدونم، ولی فعلا که تو رئاله و واقعا مدافع ورد کلاسیه. یعنی من در همون حد آره واقعا تییاگو موتا که نابود کرد تیمو. کالافیوری هم مدافع، در حد همون کالافیوری من میدونمش، البته با اینکه سبکای متفاوتی دارن کاملا. بابا این برای کالافیوری بهتر میشه. آره اون یکم تیمش هم بد انتخاب کرد، ولی این اصلا عجیب غریبه. بذار برگردم رو اسلایداش، اصلا اسلایداشو ببینیم با هم یکم صفا کنیم. جوونه 21 سالشه. آره بذار دقیقشو دقیقشو به بچه‌ها بگم که بعد نگن که اشتباه شد. 20 سال آرش، 20 سال، متولد 2005، من متولد 1995 ام. این واقعا اصلا این بچه چیه؟ حالا ببین من که بارسایی ام بعد راجع به رئال اینجوری تعریف کنم، ولی واقعا حقیقتو بگیم تخیلیه یارو تخیلیه. الان اسلاید بیارم براتون، اسلاید بیارم به منظورمو بگیرین کامل. اسلاید اول تو زمینه پرس ببینین کاملا دوباره، حالا این یکمی هم راجع به تاکتیکای آلونسو هستش، دوباره عرض دفاع 5 نفره بوده ولی خوش جدا کرده و رفته پرس رو گذاشته اون رو. آرش تو فکر کنم توضیح هم داشتی راجع به این. ببین وقتی تو تیم دفاع میکنه همیشه من میگم یه بلاکی ما داریم. خب من میتونم بورد بیارم برای این؟ آره حتما، آره تو آماده دارم. خب ببین تو وقتی الان تو اون تصویری که ما قبلا نشون دادیم میبینی، ببین تو بورد الان نگاه کن، وقتی تیم بارسا هر تیمی دفاع میکنه، حالا ما اینجا دارم رئال مادرید سوانه 5-3-2 دفاع میکنه، ما میگیم 5، یعنی آرنولد رو میاره عقب، فران گارسیا رو میاره عقب، 5-3-2 دفاع میکنه. حالا وقتی تیمی در هر حالتی دفاع میکنه یعنی کامپکتن. خب یعنی حالتی که ما اینجا میبینیم پیش میاد، همه اینا میان کامپکت میشن، کامپکت. خب حالا بزرگترین خطر وقتی تو کامپکتی، در حالتی تو میتونی حریف و ضربه بزنی که بازی کنی، مثلا شماره 9 که میبینیم میاد اینجا توپو میگیره. خب این شماره 9 چه حالتی ایجاد میکنه؟ میتونه دو حالت داره. اگه ترن بکنه که موقع میتونه پاس بده به شماره 7، میتونه پاس بده به شماره 11، میتونه حرکت کنه، میدونی فضا داره قشنگ. کاری که هویسن اینجا میکنه، میبینه که این توپ داره میاد بهش، کاری که میکنه هویسن میره اینجا و اینجا پرس میکنه. خب دیدی اینو؟ و حالا وقتی هویسن میره اینجا پرس میکنه، هویسن شماره 6 اینجا یه فضایی پشتش ایجاد شده، نه قاعدتا دیگه نه بله. ولی کاری که رئال مادرید میکنه همون کاری که ما گفتم درباره فضای دفاعی، میان اینجا تایت تر میشن، چون الان 11 دیگه خطر نی، میان اینجا کامپکت میکنن و حالا این فضا عملاً دیگه وجود خارجی نداره چون اینا تایت ترن. خب یعنی عملاً باعث میشه که عملاً این خطر اینجوری حذف بشه. بله منطقی شد. خب بله. حرف من اینه که باز ما میگردیم به همون سیستم سیمپلی که ژاوی آلونسو بازی میکنه، یعنی خیلی سیستمش سیمپله. ببین هویسن خیلی اسمارته، میدونه که 9 رفت باید من برم پرس کنم، خیلی به نظر من شجاع بوده، میره پرس میکنه، فشار میذاره، 9 کاری نمیتونه بکنه و کاری که میتونه بکنه اینو پاسو بده عقب. خب آپشنایی که داره چیه؟ مثلا یا 10 یا 8، میدونی تنها آپشنایی که داره ایناست. خب یا مثلا تو به عقب، میدونی چون تحت فشار با هویسن. و وقتی رئال هم اینجوری اومده کامپکت کرده، این فضای پشت رو عملاً گرفته، بسته دیگه فضایی نیست. اگه این 4 مثلا نمی اومد، ببین فضا چقدر زیاده، 10 راحت میتونست بره تو این فضا. میدونی فوتبال به همین راحته، به همین راحت سیمپل، به همین راحت ساده است. کاری که آلونسو داره میکنه و هویسن با این کاری که اینجا میکنه نشون میده خیلی مدافع زرنگیه و هوش فوتبالی خیلی بالایی داره. کاملا درست میگی آرش. دوباره بگم رو همین عکسی که تو در واقع بردشو به ما نشون دادی، در واقع اگه اینجا هویسن یا هر مدافعی پرس نکنه، وقتی شما عرض دفاعی 5 نفره داری و تعداد هافبکات یا مهاجمات حالا کمن،
خب تو تعداد هافک کم میاری و بازیکن‌های حریف میتونن پشت باکس تو زون 14 ثابت توپ بشن و 7 ترن انجام بدن. یعنی الان مثلا این بازیکن دورتموند اگه شانس چرخیدن پیدا میکرد میتونست برگرده رو به دروازه رئال و آماده شوت زنی باشه. آپشن داره، ببین 3 تا آپشن داره. بله. ولی این فشاری که این در واقع پرشری که دین هویسن روی بازیکن دورتموند میذاره باعث میشه که اون هفت ترنر شکل نگیره، اون چرخش با توپ شکل نگیره و رو به دروازه خودشون مجبور بشه بازی کنه، یا اینکه مجبور بشه یه دریبل بزنه که مثلا هویسن رو آوت پلی کنه که خب اونم خودش سخته دیگه، که این یکی از نکات مهم دفاعیه. اونو ببین هویسن داره وقت، اگه تو الان نگاه کنی توپ هنوز به بازیکن دورتموند نرسیده. بله. هویسن دقیقاً موقعی میرسه پشت بازیکن دورتموند که توپ همون لحظه میرسه. میگن بازیکن دورتموند. بله. من همیشه به مربی‌ها و بازیکن‌های خودم میگم شما موقعی میره پرس میکنی بازیکن‌ها که طرف پاسشو به سمت بازیکن داده. بله. یعنی پاسو داد تو میری که وقتی پاس رسید تو اونجایی. بله. همیشه دستم اینجوری میکنم، میگم وقتی پاس رسید اونجایی. دقیقاً. ولی وقتی هنوز زودتر بده، اگه زودتر حرکت کنه اگه تو دیبری میچرخه دیگه، تو اگه دیبری میشه. بله. اگه زودم بری که خب پاسو نداده. بله. پوزیشن خالی میشه، فضا ایجاد میشه پشتت. ولی این چیز مهمیه که ولی احساس میکنم آلونسو روی اینم کار کرده. بازم میگم مثل خود آلونسو زمانی که فوتبال بازی کرد آدم ساده‌ای بود، فوتبال ساده بازی میکرد، مربیگری هم داره ساده انجام میده. حالا یه نکته دیگه راجب دین هویسن گفتیم آرش، که حالا خیلی این دین هویسن خیلی بازیکن خوبه، ما واقعا ارزشش داره که بیشتر راجبش صحبت بکنیم. یکی دو تا اسلاید دیگه هم راجبش داریم. بچه‌ها میخوام حتما باشن که این اسلاید واقعا اسلاید ملس و جذابیه. اسلاید نگاه کنین، خدا وکیلی نگاه کنین. این تعداد پاسای خط شکن دین هویسنه، یعنی تخیلی، یعنی پاس خط شکن یعنی چی؟ یعنی من بذار دوباره اینو فضا رو باز کنم. دین هویسن بازیکنیه که علاوه بر این که بیلداپ میکنه از دفاع، یعنی میتونه که توپ به بقیه بازیکن، بقیه مدافعین بده و بتونه که حالا فضای بیلداپ رو فراهم بکنن و تیم بره بالا تو تیم آلونسو. علاوه بر اون میتونه پاسا رو از خطوط به خطوط انتقال بده. یعنی خیلی مهمه که شما یه پاس ورتیکال، نه تو عرض زمین، در طول زمین بتونی بدی و بتونی خط حمله حریف و خط هافک حریف رو یک جورایی حذف بکنی و توپو به خط حمله خط هافک خودت برسونی، که میشه حالا لاین بریکینگ پاس خط چکن، یا حالا پروگرسیو پاس، که حالا این از دو طریق شکل میگیره. یا اینکه شما خودت با توپ جلو میری. ما دیده بودیم که مثلا جرارد پیکر خیلی این نمونه بارزش بود تو بارسلونا، اگه یادتون باشه بعضی وقتا پاس نمیداد، مستقیم به سمت دروازه حریف حرکت میکرد، یعنی کلا خط هافک حذف میشد و خودش میرفت جلو تا بتونه پاسو به خط حمله ما بده، یا بره اونجا پشت مثلا محوطه حریف بده به هافبک ما که بتونن توپو بچرخونن. که ما یه همچین چیزی رو داریم تو آمار دین هویسن میبینیم که این پاسای در واقع پاسای خط چکنشه. و اسلاید بعدی اسلایدیه که راجع به کری کردن و حمله توپش هم صحبت شده. الان آمارش رو با هم ببینیم. دوباره پرسنتایل دوباره اینجا میگم به معنای صدکه. حالا صدک هم توضیح میدم جلوتر دوباره. 20 سال سن، از نظر پاس 57.1 بوده، یعنی پرسنتایل صدکش. پاسای رو به جلوش 44، یعنی 40.4 بوده که خب خیلیه برای مدافع. 40% پاساش رو به جلوه. پروگرسیو پاس 87.4، یعنی از 87.4 بازیکن‌های لیگ‌های 5 لیگ معتبر اروپایی بهتر عمل کرده تو پروگرسیو پاس. دفاع راستشون هم که دیدیم آرنولدی بود که پروگرسیو پاسش 100 بود. دیفنسیو اکشن، تعداد عملهای دفاعی 76 و نیم، آمار بسیار بالاییه، در واقع 3/4 مدافعین تاپ 5 بهتره. دیفنسیو دوئل 85 و 3 از دوئلا رو برده. آمار فوق العاده ایه. توپای هوایی 60% رو پیروز شده. پروگرسیو کریز، اینو نگاه کن، 98% بازیکنای 5 لیگ برتر اروپایی به عنوان مدافع وسط برای حمله توپ بهتره. یعنی دیگه کی میتونه از این بهتر؟ یعنی فقط دیگه 2% میمونه. و 2723 دقیقه هم در مجموع تو فصل پیش بازی کرده. آمار واقعا تخیلیه، واقعا تخیلیه. حالا بریم یه مقایسه هم داشته باشیم با بقیه مدافعین رئال که خب مدافعین کمی هم نیستن دیگه. آسنسیو که فصل پیش ترکونده بود و میلیتائو و رودیگر.
خب یه مقایسه کنیم تو کری کردن، توی حمله توپ از همشون بهتر هویسنه، بعدش رودیگر، بعدش میلیتائو، که این میتونه و آسنسیو نشون میده که مدافع کلاسیکه، یعنی حمله توپ اصلا خوبی نداره. توی زمینهای دیگه هم که بچه‌ها مقایسه‌شون رو داریم میبینین دیگه، تو اون درصد پاساشون که سالم بوده، که اون 57.1 ریسکش هم برین نگاه بکنین دیگه، که رودیگر مثلا چه پاسایی داده، هویسن چه پاسی داده، و سنشون، رودیگر مدافعی که 32 سالشه، یعنی کلی تجربه داره، ولی خب هویسن مدافعی که 20 سالش، هنوز کلی جا داره که تجربه کسب کنه. روی پاسای رو به جلو درصد پاسای رو به جلوی آسنسیو بیشتر بوده، ولی پروگرسیو پاسای پیشرونده دین هویسن پرسنتایلش، یعنی همون صدکش بالاتر از بقیه مدافعین بوده. حالا من فکر کنم آرش ما کامل راجع به هویسن صحبت کردیم، ولی اگه تو نکته داری راجع به هویسن اضافه کنی اضافه کن، اگه نه که بریم سراغ یه کمی اول دوباره بود تدافعی رو بررسی میکنیم، بعد دیگه بریم تو بود تهاجمی رئال که ببینیم که اونجا چه تاکتیکایی رو پیاده کرده رئال مادرید و تو بیل. نه من درباره حسین حرفی ندارم، گفتم بازیکن پا به توپیه و برای فوتبال آلونسو که فوتبالی که میخواد بازی کنه با توجه به دید فوتبالی که داره بسیار بازیکن مفیدی خواهد بود. و همون موقع هم که میخواست بخره من گفتم اینو. ولی تو قشنگ کاور کردی اینو. آره من فکر کنم من نکته بود گفتم. چیزی نمیتونم جوری که تو به زیبایی کاور کردی نمیتونم چیزی اضافه کنم. ما که یاد میگیریم استاد از شما. بعد بریم سراغ attacking sequence involvement. واقعا اینجا تو هم می‌بینی هویسن سومه، می‌بینی هویسن این attacking sequence involvement یعنی مشارکت در صحنه‌های تهاجمی. امیدوارم قبول کنم بچه‌ها. مشارکت در حملات تهاجمی که ما اینجا می‌بینیم وینیسیوس جونیور از همه بیشتر عددا رو مثلا می‌بینی. خب آبیا میشه شانسایی که درست کردن بله شوت بوده که والورده هست و دینوسن سومه، یعنی دینوسن تونسته یه شانس ایجاد کنه تو بازی با الهلال. ما داریم فقط صحبت میکنیم یه بازی اینا، و تو بازی مثلا یه دونه هم مثلا شوت زده، یعنی نشون میده که هویسن بازم برمیگردیم چقدر بازیکن مهمیه. اون 6 تای دیگه‌ش هم آرش، اون 6 تای بیرنگ هم برای هویسن زده بیلداپ تو شات، یعنی بیلداپی رو شکل داده که منجر به شوت شده. خب هویسن که نمیتونه دفاع وسط مثلا بکوبه بره گل بزنه که همش، به خاطر همین چقدر مفید بوده. ببین فران گارسیا هم بازی دو دوره خوبی داشتین، مسابقات خوبی داشته به نظر من. جود بلینگام خوب بازی کرده و باز میرسیم باز گونزالو گارسیا که من میگم مثلا یک گونزالو گارسیا یک نوع کلاسیکی بوده که اصلا خاص بود، اصلا من نمیدونم یه جوری کشف بوده برای آلونسو. میدونی آره اصلا از یه ابنا کجا آبادی اومد و کارو گرفت دستش تو خط حمله رئال. راجع به فاز تدافعی که فکر میکنم آرش کامل صحبت کردیم. راجع به فاز تهاجمی احتمالاً هم یه برنامه دیگه داشته باشیم که کاملتر بپردازیم به اون قضیه، ولی راجع به فاز تهاجمی هم بیا بریم صحبت کنیم که اونم خب خیلی بخش مهمیه تو رئال مادرید. ببین این شکلی بودش که من اول برنامه دوباره به بچهای عزیز توضیح دادم. اجازه بده من دوباره فول اسکرین کنم یه توضیح بهتر بدم. ببین نکته‌ای که من اولش هم توضیح دادم، حالا امیدوارم بچه‌ها بتونن یه فلش بک بزنن به اول برنامه. این نکته خیلی مهمیه. ببین ما گفتیم عرض دفاع رئال 5 نفره خواهد بود در بعضی از اوقات. حالا در فاز تهاجمی شاید 3-5-2 بشه یا 3-4-2-1 بشه. و این نکته‌ای که تو این عرض 5 نفره وجود داره اینه که آرنولد بعضی از وقتا صرفاً آرنولد به گوشه نمیره برای اینکه بخواد سانت بکنه، برخلاف تمام فکرایی که ما انجام میدادیم که من خودم فکر کنم که آرنولد دیگه خیلی متمایل به گوشه بشه. ولی الان ما اول برنامه هم بهتون گفتم، هم الان ما پلاتشو داریم که آرنولد خودشو جمع میکنه، اینورت میکنه به داخل که برتری عددی رو تو خط هافک به رئال بده. از اونجایی که فران گارسیا خب با توپ طبیعتاً از آرنولد، یعنی دیگه بنده کفش آرنولد هم نیست. نگاه کنید اسلایدو، ببین اون عرض دفاع 3 نفره شکل گرفته، چهارمیه که آرنولد اضافه شده به خط هافک. تو بیلداپ چه اتفاقی میفته؟ دوباره توپ دست دین هویسنه. بهتون گفتم پاس‌های خط شکن، اتفاقی که تو بازی با الهلال افتاده. ببین فران گارسیا درگیر مالکومه و مالکوم درگیر فران گارسیا، بخاطر که خب اونجا رو در واقع پرس کردن. آرنولد میاد خودش از سمت راست اضافه میکنه
و 3 تا خط هافبک الهلال که ادوساری و نوس و اون شماره 29 بین 4 نفر از بازیکن‌های رئال ترپ میشن، یعنی گیر میافتن. ببین الان شما در واقع جود بلینگهام رو آزاد کردی. اگه بخوای جود بلینگهام رو ببندی، اینجا کولیبالی باید بره پرس کنه که اگه کولیبالی بره پرس کنه والورده خالی میشه یا رودریگو میتونه بزنه داخل به عنوان اینساید فوروارد. حالا اینجا کولیبالی پرس نکرده، جود بلینگهام توپو گرفته و یک فضای کاملا خالی تو خط هافبک الهلال ایجاد شده که جود بلینگهام هم این فضا رو ببینه مستقیم میندازه برای گارسیا. حالا یا میتونه اون وقت توپو بده به چپ و راست. تو نکته‌ای داری راجع به این اصطلاح داره؟ ببین ما اینو یا درباره ترند باز گفتم، با همون چیزی که تو گفتی صحبت کردیم که ترند با اومدن داخل چیکار میکنه؟ اوورلود میکنه میدفیلد. من انگلیسیشو میگم ببخشید. اوورلود میکنه میدفیلد، یعنی و احساس بعد اون موقع مثلا خب الهلال با 3 تا بازی میکرد میدفیلد، با 3 تا مدافع میانی بازیکن میانی بازی میکرد. وقتی ترنت میاد اون 3 نفر میشه 4 نفر برای رئال مادرید. بعد کی فری میشه؟ آزاده بلینگهام. و باید یعنی این که تو باید یکی رو پوش کنی که بلینگهام الان بگیره، خب، یا مالکوم گارسیا رو ول کنه. خب بله. ببینید خاصیتی که ترنت بهت میده، می‌بینی چی میگم؟ با اومدن داخل، با اون ایجاد کردن یک مرد اضافه، ما بهش میگم یک مرد اضافه. بذار اینجوری صحبت کنیم، ببخشید اگه واقعا کلیر نیست، به خاطر اینه. یک مرد اضافه تولید می‌کنه. اون کاری که آرنولد خیلی خوب انجام میده. من خواستم اینو بگم. نه ولی تو هم بازم درست توضیح دادی، خیلی خوب. آره نه این همون ترکیب سیال آلونسو ها، سیال بودن ترکیب آلونسو، داینامیک، یعنی که با موومنت فضا ایجاد میشه، با حرکات فضا ایجاد میکنه. دقیقاً. یه دونه الگوی حمله‌ای دیگر رئال بگیریم. به میگن کامبینیشن پلی، ترد من ران میتونه باشه. آرش آره. بازم ببین پاسو میده به عقب، بعد یه دفعه همون پاس میره دوباره. ببین وقتی تو 1 2 3 2 تا پاس میدی، بازیکنای حریف میاد سمتت. خب من همیشه بازیکنام میگم تو یه گوشه گرفتی 1 2 تا تو پاس بدی، دفاعا یه دفعه توپو میدی و میندازی تو فضا. کاری که اینجا کردن، پاس دادن، یه دفعه رسیده به دیپ، پاس داده تو فضا و همون واسکز رفته تو فضا توپو گرفته. میدونی چون مدافعا میان سمتت، هرچی بیشتر توپو سمت یه سمت نگهداری، مدافعا میان اون سمت. و میگم فوتبالیه که آلونسو بازی میکنه، ولی به قول معروف انگلیسیشو بخوام بگم وری سیمپل، خیلی ساده و کاملا ریلکس. و نکته هم که وجود داره آرش، تو همین جا من تو برنامه قبلی هم توضیح دادم، سعی می‌کنیم برنامه‌های توضیحات تاکتیکی خالص هم برای بچه‌ها آپلود کنیم، ولی این دقیقاً نمونه ترد من ران و کامبینیشن پلیه. ببین لوکاس واسکز اینجا خودشو میاره بالا، از خط دفاع میکشونه بالا، عرض زمین رو زیاد میکنه. وقتی عرض زمین رو زیاد میکنه، براهیم دیاز توپو بهش میده به آردا گولر و واسکز میزنه تو، یعنی تو اون فضای سبز میزنه یا براهیم دیاز میزنه تو، که این دوباره همون کامبینیشن پلی که شکل میگیره و جایگیری بازیکن میره تو با واسکز توپو بازی میکنه. میدونی بله دقیقاً همینه دیگه. very simple، چیزی که تمرین شده است. یعنی چیزی اینجا از مثلا میدونی بگو آره کاملا تمرین شده است. این یه چیز خیلی بازم ساده است، یعنی آره یه چیزی دایموندی ساده میذاری تک 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 میذاری تمرین، خیلی چیز ساده ایه. این فران گارسیا هم نگاه کن آرش، اینجا به جا آرنولد اومده اینورت کرده، دقیقاً دیگه، دقیقاً اومده فضاهای زمین رو تنگ کرده، یعنی اون سمت چپ زمین رو یه جورایی در واقع آزاد کردن، ولی با این در واقع استدلال که کسی اونجا نیست، پس ما بیایم اوورلود کنیم وسط زمین رو که بتونیم سریع هم توپو بگیریم اگه دست داریم. دقیقاً کار جوریه که آلونسو بازی میکنه، اوورلود کردن وسط زمین. بله حالا بریم اگه موافق باشی آرش پاس مپ رئال مادرید هم ببینیم تو بازی با الهلال، که میبینیم رئال آسنسیو به عنوان مدافعی که کمی جمع میکنه عقبو و اون سمت چپ رو نگاه کن. most passes دین هویسن، most progressive passing received گونزالو گارسیا و most progressive passing دوباره دین هویسن، یعنی بیشترین تعداد پاسای رو به جلو و خط چکن رو دین هویسن داده و او آخری چیه که ترنته most من نمیتونم بخونم centrality most یعنی قشنگ تو وسط مثلا فکر کنم بله که اونم دیدیم که اینورت کرده بود دیگه. آره
میبینی چقدر ولی واید نیستن فران گارسیا و ترنت زیاد ارز بازی نمیکنن. کامپکت تا موقعی که میخوایم حمله کنیم. اگه خواستیم حمله کنیم باز میشیم. دقیقاً. اونم در شرایطی که حالا فضا جلومون باشه. و بیشترین پاسای پروگرسیوی که گرفته شده گونزالو گارسیا نشون میده که کنترل توپش بسیار باید خوب باشه و پوزیشنینگش هم باید بسیار خوب باشه. یعنی دو تا شرطیه که وجود داره که برای اینکه شما بتونید موست پروگرسیو ریسیو پاسو بگیرید. برای اسلاید بعدی، اسلاید بیلداپ رئاله. آرش تو توضیح داری راجع به این؟ ببین بیلداپو با 4 میکنه، ولی برو اسلاید بعدی میخوام تو توضیح بدم. دی اسلاید بعدی نگاه، دوتا رو میفرسته بالا. نگاه فران گارسیا و ترنت رفتن بالا، ولی گولر میاد یه جوری، چون 2 نفره داره گیراسی و آدومی دارن پرس میکنن، گولر میاد اون پایین که یه 3-2 ایجاد بشه که رئال بتونه بهتر بازی کنه. باز اگین بهش میگن اوورلود کنی. مثل ببین دقیقاً فوتبال روندوهای کوچیکه. روندو همون خرس وسط، روندو رو خرس وسط کوچیک تو زمینه. خب و کاری که میکنه اینه که اون خرس وسط ها رو ایجاد میکنه، 3-2 توپو میده فضایی که میخواد. دقیقاً همینه. میدونی و خیلی راحت اون اسلاید تو میبینی با آوردن آردا گولر یه 3-2 ایجاد میکنه. خب الان گیراسی و ادومی مجبورن 3-2 اینجا تو به نفع رئال میتونه هر جا بخواد بره و فران گارسیا و ترنت هم آزاد میشه. یعنی سمت چپ، میدفیلدر سمت چپ و میدفیلدر سمت راست کاملا یه فضای 20 متری اونجا تا مدافع ایجاد میشه براشون، که اینم روی اینه که در واقع گولر میاد عقب، چون بازیکن پا به توپیه میتونه کمی هم با تو ویراژ بده اونجا. یعنی مدافع وسط نیست که شما سری برین تو پاش. و خب میگم اینم خیلی آپشن میده به تیم آلونسو و نشون میده آلونسو چقدر جرأت داره توی بیلداپ کردن. خلاصه من فکر کنم آرش ما کامل راجع به رئال و آلونسو صحبت کردیم، ولی حتما یه برنامه دیگه جلوتر اگه بچه‌ها این برنامه رو به 200-300 تا لایک برسونن، حتما یه برنامه دیگه 1-2 هفته دیگه که کمی بیشتر راجع به رئال، راجع به فاز تهاجمیش بیشتر اطلاعات اومد، حتما یه برنامه کامل دیگه هم با آرش عزیز میریم. و اینکه آرش جان دمت گرم که اومدی دیگه، هم کلی یاد گرفتیم ازت، هم که برنامه باحالی شد. بعد مدت‌ها بالاخره خوشحالم که دوباره اومدم. چاکریم. والا ان شاءالله سری برنامه‌ها رو برای بچه‌ها آپلود می‌کنیم که یواش یواش فصل داره شروع میشه و جام جهانی و با آرش عزیز کلی براتون برنامه داریم. دمتون گرم آرش جان، دم شما هم گرم. لطف کردی. ممنونم. فعلا خدا.